چرا به دهه میرویم؟ چرا که این دهه خمار کودکی و آهنگ بچگی را دارد؟ چرا که دهه بوی نان گرم مادر و صدای خنده شیرین خواهر را دارد؟ چرا که دیگی پر از محبتی حاکمان در اینجا همه وقت برای ما در جوش است و او ما را انتظار؟ چرا که این دهه ما را با آب و نانش روی کوچه و پس کوچه ها زمین و علفزارهایش کلان کرده است؟ چرا که این دهه یاد عشق کودکی و مکتبی، گریه و خنده ها، پریدن و دویدن و پوده و گاو و پخته و صحرا و خاطره های ما را در خود دارد؟ چرا که دهه خماری بیغمی های ما را دارد و در یاد دارد میوه‌چینی ها، شوخی و بازی و گاه دعواهای کودکانه ما را؟ چرا که این دهه و این کوچه ها ما را خوب در یاد دارد و ما آن روزها را برای همین هر بار به سراغش میرویم. شما چی؟